یه وقتی من رفته بودم امریکا، یه وقتی این توی مصاحبه گفتم این رو که آقای کیسنجر گفته بود میخوام ملاقاتی با شما بکنم، منم دلم می‌خواست ببینم ایشون اومد حرفای مختلفی راجع به هسته‌ای و مسائل دیگه زد و بعد گفت شما میخواید با ما یه رابطه استراتژیک داشته باشیم. من گفتم ما با شما رابطه نداریم، شما میگید رابطه استراتژیک، چرا این سوال هم من میکنید؟ این روی میز گفت ما بعد از جنگ جهانی خودمون خط خطی کردیم، کشورها رو اسم گذاشتیم، یکی رو گذاشتیم فلسطین، یکی رو گذاشتیم نمیدونم سوریه، یکیش ترکیه، یکیش عراق فلان، جز 2 کشور، یکی ایران یکی مصر. شما بودین، هستید و خواهید بود. ما چاره این جز این نداریم با شما راه بیاییم. یه آدم با فکر وقتی سابقه تاریخی ملت رو بشناسه اینجوری حرف میزن، نمیگه تسلیم. این ملت گنده تر از شما نتونستن تسلیمش بکنن.